در شهر اسفر دور شهری فستیوال جمهوریوی صدرنگی چکن برگزار گردید. در فستیوال زنان و دختران و هنرمندان شهر لباسهای قدیمی، کودکانه، روزمره، مراسمی، عیدانه و رسمی چکندوزی شده، همچنین نوعهای گوناگون سوزنیدوزی را به نمایش گذاشتند. در جریان این چاره‌بینی زیبا ابراز گردید که فستیوال جمهوریوی صدرنگی چکن همه ساله با مقصد بلند برداشتن احساس وطندوستی و خویشتن‌شناسی، افتخار ملی، قدر و منزلت لباس ملی، با طور وسیع نمایش دادن دوخت لباس‌های ملی و در عرصه بین المللی معرفی کردن صنعت و هنر والای خلق تاجیک گذرانیده می شود. با اقدام نجیب دوربینانه و آینده‌ساز پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای بلند برداشتن مقام و منزلت نقش و نگار، سوزنیدوزی و گلدوزی متاعهای ملی، نمایش دادن هنر والای طراحان و هنرمندان در جلسه 13 کمیته بین حکومتی عاید به حفظ میراث فرهنگ غیر مادی یونسکو در شهر پورت لوئیس جمهوری ماوریکی نامینه چکن هنری گلدوزی در جمهوری تاجیکستان از جانب این سازمان رسما بر روی خط میراث فرهنگ غیر مادی بشریت وارد گردید که این افتخار مردم سربلند و فرهنگ سالار تاجیک می باشد. خلق تاجیک خلق کهن بنیاد دارای تاریخی بای و فرهنگ پرغناوت می باشد و یکی از رکنهای اساسی فرهنگ ملی این لباس پوشی ملی می باشد. با مقصد ترغیب لباسهای ملی، ارزشهای ملی، فرهنگ ملی در کشور عزیزمان آزمونهای فستیوال‌های گوناگون برگزار می گردد. البته برگزار نمودن چنین آزمون فستیوال‌ها هرچه بیشتر دور نمودن فرهنگ بیگانه پرستی لباس و ترغیب لباس پوشی ملی تاجیکانه می باشد. صنعت گلدوزی در اثرهای باستانشناسان، فیلسوفان، ادیبان، صنعتشناسان و کلی ساحه‌های علم انعکاس یافته است. بازیافت‌های باستانشناسان منطقه‌های آریانشین گواهی می‌دهند که اجدادان مردم تاجیک از قدیم الایام در متاعهای گوناگون گلپرتایی و گلدوزی می‌نمودند که بین دیگر خلقیت‌های قدیم معروف و مشهور بود. یادآور می‌شویم که دوام سال‌های آخر این فستیوال در تمام قلمرو مملکت دایر گردیده به دریافت و معرفی هنرمندان، چیوران و طراحان صاحب کسب مساعدت می‌نماید.